سلام بچه من صدر هستم و اینجا هم کانال انیمه یاره و امروز توی این ویدیو قرار لیست فیلرهای ناروتو شیپودن یا همون ناروتوی بعد از تایم اسکیپ رو بررسی کنیم و در کل توی این ویدیو بررسی میکنیم که کدوم قسمت های ناروتو شیپودن فیلرن و کدوم ها مانگا کنونن. تو آخر ویدیو هم واسهتون یه لیست از فیلرها گذاشتم که میتونید از روش اسکرین شات بگیرید و با کمکش ناروتو شیپودن رو بدون هیچ فیلری ببینید. اگر هم هنوز پارت اول ناروتو رو ندیدید یه ویدیو راجع به فیلرهاش تو کانال هست، میتونید برید ببینید. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. از اپیزود 1 تا 7 یه سری اپیزود مانگا کنونن که حتما باید ببینیدشون. از اپیزود 8 تا 32 یه آرک مانگا کنونه که حتما باید ببینید. اپیزودهای 33 و 34 و 35 هر سه تاشون مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. از اپیزود 36 تا 53 یه آرک مانگا کنون دیگه است و حتما باید ببینیدش. اپیزودهای 54 و 55 و 56 هم مانگا کنون هستن و ببینیدشون. از اپیزود 57 تا 71 یه آرک فیلره که توش تیم 7 میرن به مأموریت نزدیک یه معبد به اسم معبد آتش تا یه سری دزد قبر که قبرا رو میکنن و اشیای پرقیمت رو میدزدن و حالا هم دنبال یه شی خطرناک هستن رو دستگیر کنن و اینکه در کل این آرک فیلره و نبینیدش. از اپیزود 72 تا 75 هم یه سری اپیزود مانگا کنونه و حتما ببینیدشون. از اپیزود 76 تا 89 هم یه آرک مانگا کنونه و حتما باید ببینیدش. اپیزود 90 ترکیبی از مانگا کنون و فیلریه که با آرک بعد وصله که شما در هر صورت این اپیزود رو ببینید. از اپیزود 91 تا 112 یه آرک فیلره که کلا توش فقط 5 دقیقه مانگا کنونه و اینکه آرک خیلی چرتیه، واسه همین اتفاقات اون 5 دقیقه رو بهتون میگم که مجبور نباشید کل این 22 قسمت رو ببینید. از همون ناروتو کلاسی که با گروه آکاتسوکی یا آکاتسوکی آشنا شدیم فهمیدیم که هدفشون اینه که میخوان تمام 9 تا هیولای دمدار رو به دست بیارن و حالا توی این 5 دقیقه که کلا شاید 10 تا پنل مانگا باشه، 2 تا از اعضای آکاتسوکی هیولای سدوم رو پیدا میکنن و میبرن به قرارگاهشون و در واقع نتیجه کل این 22 قسمت فیلر انیمه اینه که گروه آکاتسوکی هیولای سدوم رو به دست میاره. و اگر واسهتون سواله که چرا به جای این که همون 5 دقیقه رو بذارن تو انیمه 22 قسمت فیلر دادن، باید بگم که اگر به 90 قسمت قبلی نگاهی بندازید میبینید که توشون فقط یه آرک فیلر هست و بقیه همه مانگا کنونن و به خاطر این تعداد زیاد مانگا کنون داستان انیمه به مانگا میرسه و واسه این که دوباره فاصله بین انیمه و مانگا رو زیاد کنن این 22 قسمت فیلر رو گذاشتن. و اگر میخواید بدونید که توی این 22 قسمت چه اتفاقی میفته باید بگم که وقتی گروه آکاتسوکی جای هیولای سدام رو میفهمه کونا هم از نقششون با خبر میشه و ناروتو رو به همراه یه سری چوین و جونین میفرسته به اون منطقه تا هیولای سدام رو مهرموم کنن و نذارن دست آکاتسوکی بهش برسه. از اون ورم اوروچیمارو قصد داره که هیولای سدام رو توی یه بچه مهرموم کنه و روش آزمایش انجام بده. به خاطر همین یه سری شینوبی رو میفرسته اونجا تا هیولای سدام رو توی اون بچه مهرموم کنن که این سه گروه با هم درگیر میشن و همون جور که گفتم تو آخر این آرک گروه آکاتسوکی هیولای سدام رو به دست میاره و اینکه در کل این آرک رو نبینید و فیلره. از اپیزود 113 تا 143 همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. از اپیزود 143 تا 151 آرک فیلره که توش یه قبیله به اسم سوچیگومو که رئیسشون توانایی این رو داره که با یه جوتسوی خاص حتی یه دهکده رو هم نابود کنه، توسط یه سری شینوبی به اون قبیله حمله میشه و سعی میکنن تا نوه رئیس اون قبیله که اون هم اون جوتسو رو بلده رو بدزدن تا بتونن به اون جوتسو دست پیدا کنن که از اون ورم کنه شینوبیاش رو میفرسته که نذارن اون دختر دزدیده بشه. و آخر این آرک هم مثل آرک فیلر قبلی میبینیم که آکاتسوکی جینچوریکی هیولای شیشتم اگر اشتباه نکنم رو دستگیر میکنن و اینکه در کل این آرک هم فیلره و نبینیدش. از اپیزود 152 تا 169 هم همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. اپیزودهای 170 و 171 هم فیلرن و در مورد یه منطقه ممنوع است که توش یه گابلین زندگی میکنه که همه چیز رو راجع به هوکاگه چهارم میدونه و بعدش ناروتو و ساکورا و همراه تیم 10 میرن تا این گابلین رو پیدا کنن و در کل این دو قسمت هم فیلرن و نبینیدشون. از اپیزود 172 تا 175 هم همه مانگا کنون هستن و ببینیدشون. از اپیزود 176 تا 196 همه فیلرن و تو این اپیزودا همه خاطراتی از گذشتهشون رو تعریف میکنن و کلا این اپیزودا رو هم نبینید و فیلرن. از اپیزود 197 تا 222 همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. از اپیزود 223 تا 242 همه فیلرن و داستانشون هم اینجوریه که تو اپیزود قبل که مانگا کنون بود ناروتو و یه سری شینوبی دیگه سوار قایق میشن که برن به سرزمین رعد و
برق که توی این فیلرها ناروتو و بقیه که تو راه هستن واسه شون یه سری مشکل پیش میاد که البته تو قسمت بعد از این فیلرها ناروتو و بقیه سالم میرسن به سرزمین رد و برق و اینکه در کل این اپیزودا فیلرن و نبینیدشون. از اپیزود 243 تا 256 همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. از اپیزود 257 تا 260 همه فیلرن و توشون اتفاقای پارت اول ناروتو نشون داده میشه. از اپیزود 261 تا 270 همه مانگا کنون هستن و حتما باید ببینیدشون. اپیزود 271 فیلره و توش ساکورا ضربه میبینه و حافظش رو از دست میده و سونادا و بقیه سعی میکنن تا حافظش رو برگردونن و اینکه در کل این اپیزود فیلره و نبینیدش. از اپیزود 272 تا 278 همه مانگا کنن و حتما ببینیدشون. اپیزودهای 279 280 و 281 هر سه تا فیلرن ولی از اونجایی که داستانشون مربوط به آرک مانگا کنونه چیزی از داستانشون نمیگم که اسپویل نشید. در واقع از اینجا به بعد اکثر فیلرها داستانشون به اپیزودهای مانگا ربط داره و از اینجا به بعد فقط داستان فیلرهایی که به داستان ربطی ندارن رو بهتون میگم. اپیزودهای 282 و 283 هر دوتا مانگا کنون هستن و ببینیدشون. از اپیزود 284 تا 289 یه سری اپیزود فیلرن و نبینیدشون. از اپیزود 290 تا 295 هم یه آرک فیلره و در مورد اینه که تیم 7 میرن تا یه منطقه که دوچار حادثه شده رو بررسی کنن. از اپیزود 296 تا 302 همه مانگا کنون هستن و ببینیدشون. از اپیزود 303 تا 319 همه فیلرهای مربوط به آرک مانگا کنون هستن و نبینیدشون. از اپیزود 320 تا 346 همه مانگا کنون و ببینیدشون. از اپیزود 347 تا 361 ترکیبی از فیلر و انیمه کنون هستن که توشون خاطراتی از گذشته کاکاشی و اتفاقاتی که تو گذشته کونا اتفاق افتاده نشون داده میشه. دیدن و ندیدن این اپیزودا با خودتون بستگی داره، اما اگر خواستید نبینیدشون حتما اپیزود 358 رو ببینید که یه سری اطلاعات مهم توش هست. از اپیزود 362 تا 375 همه مانگا کنون و حتما ببینیدشون. اپیزودهای 376 و 377 جفتشون فیلرن و داستانشون هم در مورد اینه که گوره آکاتسوکی ربات شبیه ناروتو میسازه و اون ربات رو میفرسته به کونا تا ناروتو رو دستگیر کنه. از اپیزود 378 تا 387 همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. اپیزود 388 389 و 390 هر سه تا فیلر هستن و نبینیدشون. توی اپیزود 388 داستان دوستی ناروتو و گارا رو نشون میدن و اپیزود 389 و 390 هم در مورد خواهر کوچیکتر هیناتا هانابی هستن. اپیزود 391 392 و 393 هر سه تا مانگا کنون هستن و ببینیدشون. از اپیزود 394 تا 413 یه آرک ترکیبی از انیمه کنون و فیلره و در مورد اینه که همکلاسیای ناروتو موقعی که ناروتو تو دهکده نبود چجور چونین شدن و اینکه دیدن و ندیدن این آرک هم به خودتون بستگی داره. اپیزودهای 414 و 415 مانگا کنون و ببینیدشون. اپیزودهای 416 و 417 انیمه کنون و در مورد گذشته کاکاشی و دیدن و ندیدنشون به خودتون بستگی داره. از اپیزود 418 تا 421 مانگا کنون و ببینیدشون. اپیزودهای 422 و 423 فیلرن و توشون کناهارو رو توی گذشته میبینیم که سعی میکنه جوتسوهای خودش رو قوی تر کنه. اپیزودهای 424 425 و 426 هر سه تا مانگا کنون و ببینیدشون. از اپیزود 427 تا 450 همه فیلرن و نبینیدشون. از اپیزود 451 تا 463 همه مانگا کنون و حتما ببینیدشون. از اپیزود 464 تا 468 ترکیب فیلر و انیمه کنونه و دیدن و ندیدنشون به خودتون بستگی داره. از اپیزود 469 تا 479 همه مانگا کنون هستن و حتما ببینیدشون. از اپیزود 480 تا 483 ترکیب فیلر و انیمه کنون کم اهمیتن و دیدن و ندیدنشون به خودتون بستگی داره. از اپیزود 484 تا 500 همه انیمه کنون و انیمه کنون مهمن و حتما ببینیدشون. خب اینم لیست فیلرها که همون جوری که میبینید دو بخش داره. بخش اول فیلرها هستن که کلا هیچ کدومشون رو نباید ببینید و بخش دومم آرکای انیمه کنونن که دیدن و ندیدنشون به خودتون بستگی داره. خب این بود از ویدیو لیست فیلرهای ناروتو شیپودن. امیدوارم این ویدیو به کارتون اومده باشه و باعث بشه که یه تجربه خوب از دیدن ناروتو داشته باشید و اینکه تا ویدیو دیگه